موتای کار است، مدال قهرمانی طلا داشته. خانم پریسا آزاده، بانویی که زندان طالبان را دریده و امروز در اینجا همراه ماستند. صدای زنانی که فقط خاطر دادخواهی و حق صدایشان خاموش شده. و همچنان ما امیدوار هستم که ملاله جان بلوچ داشته باشیم، هموطن ما از دیار زیبای افغانستان. من نامشان خواندم، به خیالم که همین جمعرای اولادکای خود هستن، بیاین چوکی خود اشغال کنن. جناب رئیس صاحب، به اجازه تان چون نمیخوایم شما را بیشتر به انتظار بشانم، من میخوایم سوال با هدا جان آغاز کنم. هدا جان، وضعیت زنای افغانستان امروز چی درسی برات داد؟ در یک دقیقه بگو، و برای آینده چی پلان داری؟ در 2 دقیقه برام بگو. بسیار خوب. سلام همه عزیزایی که در اینجا در این آفتاب سوزان ایستاده هستین و صدای خواهر